میزان دلغک بودن رفیقای من فقط. فراهانی چطوری؟ چطوری حسین جون؟ خوبی داداش؟ خوبی اونه جون. آقا یه چیز مهم می‌خواستم. یه وقت داری حسین؟ نه در مغازه یه چیز مهمه، برو یه دقیقه دم در بهت بگم. وایسا می‌خواستم بهت بگم. کجی شب کجی بیا. نه حالا بذار یه چیز خیلی مهمه، چند وقته می‌خواستم بهت بگم روم نمی‌شد. وایسا حسین خب بگو. من تو دیگه نمیتونیم تو رابطه باشیم داش، خیلی برام سخت بود بگم. یعنی چی چرت پرتاش چی میگی؟ یعنی اسم میگم رابطمون دیگه اصلا عادی شده، حال نمیده. کات کنیم بهتره داداش. کات کنیم؟ داره تموم کنی رفاقتمون رو دیگه. الان که سری دیگه دوراتو زدی کات کنی؟ باشی تو منو بیشرف کردی، کاتو چی کنی؟ من به تو وابسته شدم سعید. کجا میخوای بذاری بری؟ یه دقیقه جدی باش حسین. نه جدی دارم میگم. مثل آدمای مدرن تو رو نشون ننم دادم، گفتن خوبه همین، بگو بیا خواستگاری چی کجا بری؟ چرت و پرت نگو. نه اینو جدی دارم میگم حسین. این آخرین مکالمه‌مونم هست دیگه، چیز نکنیمش. من خانواده‌ام گفته بود تو هر در میاد، من در واقعا نکردم خدا. بیچارت میکنم سیدی. الان که دورات زدی میگم بذاری بری. نه خیلی دیگه حال نمیده حسین، دیگه رفاقتمون حال نمیده داداش. من روز اول تو گفتم من لذت دارم، چی من حرمت دارم، کجا میخوای بری؟ من دیگه حال نمیکنم، این لذت نمیبرم از این رابطه. بذار یه حرف آخر رو بهت بزنم. بزن. سعید من ازت حاملم. این بچه رو دیگه بابا میخواد. دهنتو از کجا در میاری دهن سر؟ باش کجای شب بیا ببین. شب بیا خداحافظ.